بکر و عمر را پیش من خواند. اسامه ابن زید حب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که حضرت امر کرد که ابوبکر و عمر را صدا کرد. مصلحتیاش بودن، وزیراش بودن. چه پیش آمد ابوبکر و عمر نیست، پیامبر خواند زهرا را بدر نیست. بدو گفت تا جهازت هر چی داری چنان خواهم که در پیش من آری. بچه جان گفت همون جهازات هم که بیار که چی داری؟ اگر چی نوری چشم ای دل افروز و حیدر میکنم تسلیمت امروز. تو نوری به چشمای ما هستی، همون دختری صالحه باید شوهر کنن، سنت پیغمبر هستی میکنم. اگه حیدر نداد حضرت علی داد. بیشد یک سنگی دستا ثانیگانه برون آورد آن ساعت زی خانه. یکی کهنه حسیر از برگ خرما، یکی مسواک نعلین مطرا، یکی کاسه زی چوب آورد با هم. این کاسه چوبیش نمی طبقی چوبی، یکی بالش زی چرمی میش محکم، یکی چادر ولیکن 7 پاره همه آورد آمد در نظاره. بود شده جهازش همی قبل است. میگه پیامبر خواجه انواع و اجناس بگردن بر نهاد آن سنگی دستاست. ابوبکر آن حسیر آنگاه برداشت، عمر بالش گرفت راه برداشت. یا نماینده های عروسن از شوهرش بسیار میکنن. حضرت سنگی دستاست هم میگه دستر یادکش گرفت. حضرت ابوبکر حسیر گرفت. حسیر بوریایی که ایلی فی خرمو میبود. حضرت عمر میگه بالش نگرفت. یا جو قصه کرده بیان که حضرت عمر جوانتر بود، بزرگتر بود. حضرت عمر کلمه نگرفت بالشتا. ابوبکر صدیق میگه سبب خود گفتم او بیچاره او حسیر وزن نداشت و ای خاص شدگی است. در صورتی که این بالشت ای چرم بود درونش پری چیز ای وزمین بود. ولی هم حضرت عمر بالشت نگرفت. پس آنگاه فاطمه دختی پیامبر بسر اندر کشید آن کهنه چادر. پس آن نعلین را بر پای خود بست، پس آن مسواک را بگرفت در دست. بیبی فاطمه زهرا میگه چادر را در سر کشید، نعلکوش پوشید، نه ناز کرشمه که یک پدر وقت گوشپار ندارم، دست بند ندارم. آخه گویای بدن که در پای دختراش حتی زنگوله تیلوی میزدن، نه تیلوی میزدن در پتوی بلیشو. اسامه گفت من آن کاسه آنگاه گرفتم در کف و برداشتم. حضرت اسامه ابن زید میگه که به من طبق رسید. طبق از سر حرکت کردم، میگه تا کش کردم من کفاش حرکت کردم. چه پیش حجره حیدر رسیدم ز گریه روی مردم نمیدیدم. میگه گریه گروگیرم کرده است. پیامبر گفت ای مردی نکوکار چرا میگیری آخری قدر زاد؟ حضرت چی در داری یا اسامه چرا گریه میگیری؟ من گفتم زی درویشی ای زهرا مرا جان و جگر شد خون و خورا. ببین تا قیصر و کسرا چی دارد ولی پیغمبر است یا چی دارد. کسی که خواجه هر دو جهان است جهازی دخترش اینک علیون است. حضرت همین دلخواه بای بچه را در مدینه منوره بقبی عروس آقی در بلای اسب سوار میکنن، زینتش میتن، نظم گفته و آتیناکم گفتم یارمش. که نگفت دختری پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همین فقر و فقنگی خونه شوهرش برابر یارو گریسته است. پیغمبر گفت ای اسامه این نیست، چه خواهی مرد هست این هم بس چیست. اسامه گفت مردن نکرد، همین را حساب کتاب دارد. شنیدی حالی پیغمبر زمانه تو میخواهی که گیر داری جهانه. نه بیبی فاطمه به خونه علی مول نبود، ادب بود، اخلاق بود، حسن تراوت بود. خداوند برکتش داد از دامنی بیبی فاطمه حسین آقای زینب و امی کلثوم تولد چیدن. نسل بیبی فاطمه و علی تا به این روز ادامه داره. الحمدلله سیدزاده در سیمای سیدزاده های ما. آقا حضرت علی به حد میندار بود، به حد شکرگزاری پروردگار بود به خاطر او فاطمه که شبانه روز عبادت خدا را میکرد، یاد خدا را میکرد، شکرانه پروردگار را میکرد. بهترین میراثی که پدر برای فرزندش میمونه که او فرزند پسر باشه با دختر، همین ادب و اخلاق نیکو است. ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن. هیچ پدری برای فرزندش بهتر و خوبتر
از آداب و اخلاق حسنه نمیگذاره. از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میگوید چه است؟ حضرت میگه این من احبکم الیه و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. بی شک شبهه بدرستی محبوب ترین شما نزدیک من، نزدیکترین شما فرد روز قیامت از جای نشستن مکانی بود و باش در جنت پیش من همون کسایی هستند که اخلاق حسنه دارند، آداب دارند، احترام میکنند شوهران. دختری که هیچی نبود آداب و اخلاق دارند، تبسم همیشه در لب باشه، هر چیزی که گفتن خوب گفت، ظلمشان که کردن حوالش کنم به خدا کرد و خدا قسم میبینی یک مدت اینا میگذره که محبوب یا خونده میشه. اگر همین خسر خشتمان دیوانه نباشند متاسفانه بعضی هم دیوانه را میگن اگر دیوانه نباشند، اگر همین سالم باشند، مؤمن باشند، همین با مجرد گذشتن یک سال علیه حکم قضاوت میکنند. خدا شاهد ما دیدیم خسر خشتمانایی را، خسر کو بسیار حتی خشتمانایی را دیدیم که کلنا را ایدختره خچی بالا بله کلنه که خدمت بکنم، کلنه که آخر سری وقت خروککش نداره در پیشم شما خونه را برو و توزه کنم، هر چیزی که گفتم که گردونی نکنم، آخر بالای چشم سر فاطمه علمیش بختر و خونه حضرت علی نور صفا انشاءالله اشاد عبدالجلال ما الحمدلله رب العالمین هم سعید زاده هم الحمدلله در حلقه عالما است. من یقین دارم که فرزند آداب و اخلاق داده است، فرزندی با آداب است، فرزندی نمازخوان و فرمانخوان است. دعا میکنیم در نقش پروردگار وقتی اقبالش بطور خداوند از دومانی خواهری ما فرزندای صدیق صادقه عالم و عالمه محیب و محیبه و دنیا بیارم. پروردگار امید به رحمت شفقتش بداریم. غیرت حمیت مونده که در تعلیم و تربیه فرزندان پوشا باشد، خاصتا دختران. به خدا قسم والله بالله تالله امروز در جامعه دخترای صالحه از جوانای صالح دیده ضرورتر هستند. خدمت شو به جامعه بیشتر و زیادتر میرسد. پدران و برادرای محترم همین را خوب در یاد داشته باشه که با تعلیم و تربیه ما دخترها احتیاج بیشتر دارن نسبت بیشتر. پروردگار عاقبت کارمون بخیر. آمین. خداوند این نکاحایی را که طبق سنت دستور حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برگزار می‌گردند سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامعه اساس است. سبب ریشه‌کن شدن فسق و فساد، حرام و زنا در جامعه قرار دهید. پروردگار در خاندان ایشان عبدالجلال، در این محله، در این سرزمین، در خاندان برادرایی که ساعت‌های طولانی